جان پسر من صاحب آژانسی رکلاموی میباشد در فدراسیون روسیه. همین اگر کنسرت ها رو رکلام کند درآمدی وی حلال است و یا اینکه نه؟ حرام است. کنسرت باشد اگر حرام است خواهرم. گناه رو رکلام میکند. کنسرت رو رکلام کردن درست نیست و هر چیزی که در داخلش گناه باشد ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، هر چیزی که گناه هست در پهن کردن اون وقت پهن میکنه در گناه شریک هستید. و خواهر از شما خواهر مدینه همین رو پسرتون باید بدانند که رزق الله مانند عمر انسان نوشته شده است. به هر راه همون رزق می آید. پس در راه حلال باید کفت کوش کنند و یقین بدانند که همون می آید به دستشون. با من همین سوال داد استاد در تلگرامش ما سوالم رو نوشتم و جواب رو انتظار شده استادم. جواب برای همین با خواستم انیق کنم. البته حاضر خودش زنگ زده پسرم خبردار میکنم تا اینکه از این از رکلام کنسرت ها دست کشد. پروردگار برکت یا سلامت باشید.